یک کارتون محبوبی میان بچه‌ها هست، خیلی محبوبه، یعنی بزرگان خیلی دوستش دارن. تام و جری به قول برخی‌ها جاویدان والت دیسنی دیگه هستن. کمپانی والت دیسنی یهودی با این کارتون تو جهان گل کرد و در سراسر جهان همچنان داره به نمایش در میاد، همچنان اون جایگاه خاص خودش رو با ملاحت‌ها و شیرین‌کاری‌هایی که موش و گربه به ویژه موش داره همچنان جایگاه خودش رو حفظ کرده. میگن علت اصلی ساخت این با در حقیقت کارتون بسیار جذاب حذف یک لقب بوده در اروپا. شما برید تاریخ اروپا رو بخوانید ببینید که قدرت اصلی در جمع آوری و تمرکز و تکاثر ثروت و سرمایه در قرن 19 کیا هستن؟ اکثرا یهودی ها هستن. شاید یکی از علت‌های این که وقتی مثلا جریان یهود ستیزی رو هیتلر راه انداخت و برخی تبلیغات وسیع که صورت گرفت سر کوره ها، که البته مواردش درسته، حالا اینجوری نیست که ما از اون ور بیافتیم این کل، نه واقعا شما فیلم فهرست شیندلر رو ببینید، اونجا بنابر این بود که هر کسی یهودیه حتما یه ستاره روی لباسش بزنه و اصلا یهودی پست و اصطلاح موش کثیف تام و جری اصلا ساخته شد تا تصور اروپا از موش عوض بشه. این اصطلاح موش کثیف یکی از مواردی که به کار می‌بردن این بودا. یکی از مواردی به کار می‌بردن این بود که خدمتتون عرض می‌کنم خب موش اگر دقت کرده باشید به شدت موذیه و کثیف. یعنی در میان اقوام و ملل هیچ تمدنی مثل یهود زیرپوستی عمل نمی‌کنه. شما سرگذشت یهود رو تو اروپا بخوانید چون تا نهایت مثلا به اون بغض و نفرت هیتلری انجام کرده. هیتلر هم پشت پرده یه زدوبندهایی داشته با اون پروتکل ها اینجوری که مشخصه. خدمتتون عرض می‌کنم که این تام و جری ساخته شد تا این تصورش دقیقاً عکسش بشه و به همین دلیل شما حالا از فردا این کارتون رو که ببینید حالا با این بحث من ببینید از این زاویه، یعنی موشه به شدت زیرک، باهوش و حرکاتی که خیلی ملاحت داره، حرکاتی که میزنه گربه بدبخت پلرش در میاره، ولی نحوه این ستم بگونه این نیست که سبب انزجار شما از فعل این موش بشه. اصلا زیباییش نمیدونم زیرکیش این دقیقاً میگن که میخواست اون تصوره رو تو ذهن بچه‌های اروپایی پاک بکنه که با موش کثیف نیست، یک چنین قدرتی هم داره. به هر حال از این قضایا ما زیاد داریم تو متاسفانه هالیوود و برنامه‌های هالیوود.